تا حالا میدونستین که سرنوشت کل دنیا توی یه تومار پنهان شده؟ یه تومار که 7 تا مهر داره. بعضیا فکر میکنن که این تومار 10 تا مهر داره و به 10 مهر قیامت معروفه، ولی اشتباه میکنن. در واقع این تومار 7 تا مهر داره و دلیل این که چرا این عدد 7 بعداً مشخص میشه. اگه میخوای بدونی که با شکسته شدن این مهرها چه اتفاقی میفته یا چه کسی میتونه این مهرها رو بشکنه و حتی اگه میخوای در مورد 4 اسب سوار آخرالزمان بدونی، این ویدیو برای توه. امروز قراره در مورد یکی از مرموزترین پیشگویی‌های تاریخ صحبت کنم. این پیشگویی بیش از 2000 ساله که ذهن چندین میلیون انسان رو درگیر کرده. خیلی‌ها این پیشگویی رو فقط به 4 اسب سوار قیامت نسبت دادن و گفتن که اومدن اونها یعنی پایان دنیا. ولی خب اینطور نیست. 4 سوار آخرالزمان فقط جزئی از این پیشگوییه. مطمئنم خیلیاتون اسم کتاب مکاشفه یوحنا رو شنیدین. ولی یوحنا چه ربطی به این قضیه داره؟ چه ربطی به 7 مهر داره؟ اصلا یوحنا کیه؟ طبق چیزی که من میدونم، یوحنا یکی از 12 شاگرد مخصوص و نزدیک و صمیمی حضرت عیسی بوده. طبق باور مسیحیان 60 سال بعد از خروج حضرت عیسی، یوحنا رو به دلیل اینکه مردم رو به دین مسیحیت دعوت میکرد به جزیره پتموس تبعید کردن و اونجا اون رویاهاشو میبینه و توی همون کتاب مکاشفه مینویسه. البته قبلش بگم که یوحنا توی زبانهای مختلف شکلهای مختلفی داره. مثلا توی انگلیسی بهش میگن جان، توی زبان یونانی بهش میگن ایوانس و توی فارسی و عربی بهش میگن یوحنا. حالا برای اینکه بفهمیم اون رویا چی بوده باید به حدود 2000 سال قبل برگردیم، دقیقاً زمانی که یوحنا به جزیره پتموس تبعید شد. اون ادعا کرد که توی اون دوره خوابای عجیب و ترسناکی از قیامت رو دیده بود. و اینو بگم که این کتاب با کتاب‌های مقدس دیگه فرق داره، چون تقریباً همه چیز رو با نماد نوشته. فرشته‌ها، اژدها، هیولاها، همه چیز رو به نماد نوشته. چرا با نماد نوشته و اسم دقیقش رو توی کتاب نیاورده؟ چون توی خوابش اونطوری با نماد دیده، نه با صورت‌ها یا اسم‌های واقعی. حالا بریم سراغ خوابش. طبق روایت کتاب مکاشفه، یوحنا خواب دید که دری در آسمان باز شد. همین که وارد شد، تخت عظیم و درخشانی رو دید به رنگ یشمی. پشت تخت یک رنگین کمان بزرگ شبیه زمرد بود. کنار تخت فرشتگان و موجودات آسمانی و 24 تا پیر که تخت خدا رو ستایش می‌کردند. یوحنا در دست راست خدا توماری دید که از داخل و هم از بیرون نوشته شده بود و با 7 تا مهر قفل شده بود. اینجا یه سوال پیش میاد. از کجا معلوم شخصی که یوحنا دیده واقعاً خدا بوده؟ خود یوحنا هیچ مدرک مستقلی ارائه نکرده. اون فقط خوابش رو اونطوری توصیف کرده. ولی چون کنار تخت فرشتگان و موجودات آسمانی زیادی اون تخت رو ستایش میکردن، نتیجه گرفتن که شخص روی تخت خدا بوده. ولی اون تومار داخلش چی نوشته شده بود؟ بیشتر مسیحیان میگن که این تومار نقشه کامل و دقیق آینده کل دنیا، کل موجودات، همه انسانها، حتی آینده شیطان در اون تومار نوشته شده. همه اتفاقات آخرالزمان اتفاق نمیافتن مگر اینکه اون 7 مهر باز بشه. یوحنا توی خوابش میگه همین که چشمم به اون تومار افتاد تمام بدنم یخ زد. فرشته‌ای که اونجا حضور داشت با تمام قدرتش فریاد زد و گفت چه کسی شایسته باز کردن مهرهای این توماره؟ یوحنا شروع به گریه میکنه، چون اگه کسی نتونه اون تومار رو باز کنه برنامه الهی هم اجرا نمیشه.
همون لحظه یکی از 24 تا پیرا به یوحنا میگه گریه نکن. شیر قبیله یهودا پیروز شده. اما یوحنا وقتی برمیگرده تا به اون شیر نگاه کنه، به جای شیر یک بره میبینه. بره‌ای که آثار قربانی شدن روی بدنش بود ولی زنده مونده بود. حالا یه نکته اینجا بگم. توی تفسیر سنتی مسیحیت اومده که اون بره نماد حضرت عیسی هست. چرا حضرت عیسی؟ چون عیسی مسیح به دلیل فداکاری تنها شخصیه که شایستگی باز کردن طوبار رو داره. توی کتاب مقدس هم اومده که توی زمان یهودا مردم برای طلب بخشش گناهانشون بره قربانی می‌کردند. پس بره نماد پاکی، معصوم بودن و نجات بخشی از گناهانه. ولی چرا وقتی یکی از پیرا میگه شیر قبیله یهودا پیروز شده، یوحنا به جای شیر بره دید؟ بره‌ای که آثار قربانی کردن روی بدنش بود اما زنده مونده بود. یعنی اون بره قربانی شد و مثل شیر پیروز شد. حالا بریم سراغ ادامه داستان. اون بره به طرف تخت رفت و توما رو گرفت. از همون لحظه آخرالزمان شروع شد. با شکستن اولین مهر، اولین اسب سوار ظاهر میشه. یوحنا میگه نگاه کردم و اسب سفیدی دیدم که سوارش سر تا پا سفید پوشیده بود و دستش یک کمان بود و روی سرش یک تاج. حس کردم نماد صلح و آرامشه. اون برای فتح و پیروزی اومده بود. برای اولین اسب سوار میگن اون نماد کشورگشایی و استعماره. اون اول وعده صلح میده، اعتماد مردم رو جلب میکنه، بعدش جهان رو به سمت نابودی میکشونه. ولی وقتی دومین مهر شکسته میشه، اتفاق وحشتناکی میفته. دومین اسب سوار از همه ترسناکتره. اسب سوار کارش کشتنه، ولی اون مردم رو نمیکشه. کاری میکنه که مردم خودشون همو بکشن. اسب اون سرخه و نماد جنگه. با شکسته شدن مهر سومین اسب سوار ظاهر میشه و با ظاهر شدن این اسب سوار دنیا به طور کامل آشفته میشه، چون اون نماد قحطیه. توی دستاش یه ترازو داره و اسبش به رنگ سیاهه و مدام یک جمله رو تکرار میکنه: یک پیمانه گندم به قیمت یک روز کار و 3 پیمانه هم به همون قیمت. یعنی انسان ها باید درآمد یک روز کاملشون رو فقط برای یک پیمانه گندم بدن. این یعنی آشفتگی، این یعنی قحطی. اما یه جمله عجیب دیگه هم تکرار میکنه. اون میگه به روغن زیتون و شراب آسیبی نزن. این یعنی قحطی فقط به فقرا تاثیر داره ولی پولدارا نه. ولی 4مین مهر ترسناکترین و وحشتناکترین اسب سوار رو میاره. اسبی که رنگش پریده و سوارش مرگه، خود مرگ. و پشت سر اسب سوار حاویه میاد. حاویه طبقه 5 جهنمه. به اون اسب سوار قدرت داده شده که 1/4 کل دنیا رو با جنگ، قحطی، بیماری و حتی بعضی موجودات بزرگ و وحشتناک از بین ببره. اما وقتی 4 تا مهر اول میشکنن، بعدش چی میشه؟ مهرای دیگه چیان؟ اگه اونا بشکنن چه بلایی سر دنیا میاد؟ بعضیا میگن 4 اسب سوار یعنی اومدن کامل قیامت و پایان دنیا و آغاز محاکمه. اگه بخوام یه مثال بزنم، فکر کن قیامت یک فیلم 3 ساعت است و اون 4 تا اسب سوار فقط 20 دقیقه اول فیلمه. با شکستن مهر 5 تمام ارواح به زمین میان و از خدا میخوان که عدالت رو اجرا کنه. شکسته شدن مهر 6 باعث میشه که خورشید به طور کامل تاریک بشه و ماه به رنگ سرخ در بیاد و همه موجودات از اجنه گرفته تا حیوانات عجیب و غریب پا روی زمین میذارن و همه از ترسشون فرار میکنن. ولی عجیب ترین مهرها مهر 7. وقتی مهر 7 شکسته میشه هیچ اتفاقی نمیفته. همه جا رو سکوت میگیره. به مدت 30 دقیقه تمام زمین، تمام آسمون توی سکوت فرو میره و این یعنی آرامش قبل از طوفان. باز شدن 7 مهر تازه آغاز ماجراست. بعد از شکسته شدن 7 مهر چه اتفاقهای دیگه ای میفته؟
7 فرشته، 7 شیپور، 7 جام خدا و اتفاقات ترسناک دیگه که میخوام توی پارت بعدی به طور دقیق براتون توضیح بدم، چون نمیخوام تایم ویدیو خیلی زیاد بشه. خداحافظ.